وقتی که خودآگاهی رو تمرین میکنیم، وقتی که لایه‌های درونیمون رو میشناسیم، کم کم به استاد درون وصل میشیم و خودمون میشیم درمانگر خودمون و نیازی به هیچ استادی در بیرون نداریم. هرچند که در حقیقت اگر به پذیرش رسیده باشیم، همه برای همدیگه استادیم و راهنما. خودسازی مهمترین عملیه که یه روح میتونه در طول زندگی هایی که داره انجام بده. در کل تمام مسیرهای آگاهی تو تمام جهانها به خودسازی و خودشناسی ختم میشه. اون بالاترین ایثاریه که میتونیم در حق خودمون و بقیه انجام بدیم. هیچ چیزی مهمتر از این نیست، حتی خود زندگی.